ماشین میشی دادی اینا مثال پرزیدنتی ما دادر مالزیاده برونه گفتنی دولتی سلطان برونگی 850 سال جنگ نکرده است وقتی هم انگلیسانو زمین ماشین کیلوییم داد بعضش در گراژش ده گفت که همونجا چند قدر ماشینی هست کدامش معقول شود همون ایخوده تو غم نخور من سمالیات کردیم میبرم خانه ده میمونمش پدر کتوده یکی فلکی مرا یک 3 روز بگردون غیری دولتی من بسیار دولت‌ها ده اجازت نیست مثل ایران ده اگر فلکی بیگانه پوچ کنی و درقت میکنن دولت‌ها اینه روسیه ده خود امریکا ده خود مالزیا ده سینگاپور ده حالی بیست اون نقش نمیدن من خیلی طلا حساب کردگی نیستم خیلی طلا نداشتم هیچ محل من فقط عشقی وطن داشتم بسیار خراب شده بودم عشقی زبان داشتم که زبان ما گم نکنم عشقی دادن ملت داشتم که ملت ما دوست بدارم بعد تاریخ شناس شدم و مخصوص انویستی همون ولادیواستوک ده زواج داخل شدم که کمتر آشناشم با تاریخ من تاریخ پیاده بودم آخر و دیگه چیز خواندگی بودم اکیانولوژی اگر همون پرزیدنتی که رفتی نگاهشون کردی نه که تو ما اقتصادی میگی چی در خورایش این ماشین بسیار میشی دادن ماشین ایوخته ماشین نمی من او خیلی حواس نداشتم من نفسم کشتگی بود دادن پدرکشم کم کم برای بینیم پولی میگرفتم یکی این خیلی بگوی که ماشین نخین ماده اجازت نیست بچه جان تلاشی ماشین های بیگانه کنیم بعد آوردنش ده با ایجا گشتنی هم نمیموندن یک ماشین سیلی که داشتم 225 کیلومتر چست در سال 90 92 93 ده همینجا ده مور بایدکو کشتم از آبا که جایی که میرم 4 جگولی وعده میکنه 4 ولکم وعده میکنه بوده های ماشینه این مداک ما گشتیسم ما خدمت شما داریم چرا من نگردم مخصوص وای سعیدو چینم داشته فضلی سعیدو خودش نیو از کراش پیش ماشین ما گرفتن مجبور شدم شدگورده پلیدم 40 متر با کشتم بکشر خیلی برو آوردن ماشین گفت برای کلیمت موندن بسیار خوبه مدبتی من گفتم من شما را نمیتونم من را داشت نمیتونم من شما مرا نشناختیم گفتم همین بچه ها مرا غم خیل کردن اولین سیتواسیون تشکیل کردن یکم تشه گذاشتنی نمو تا فیضلی خودش نگید فیضلی که اومد بگو که انمی خودی همه خیلی شدگیه همه خیلی کادری مورا تو خیلی توچکی همه را کشته سادن تو باید خیلی نکنی من گفتم دادر مرا پس کرد نابود کن گفتم تو حکم پلانش کردی چی حق داری گفتم چه حق داری که یک ژورنالیستی بهترین کلابه حقیقت کلاب ده بود تلویزیون کلاب ده بود آیندهش گفتم قربانتی بعد اینه بعدا اگه اینجا آمد محمد غایب آخری های محمد غایب هم خیلی کرده بود کدوم مستدیه نویسانده بوده ژورنالیست آخری چی نویسانده قصد داشته است و قصد نباشه این نه دوست بود داده نه یکم کاری دیگه بعد گفت نه دادری تو نیست تو دولتمند او گفت محمد غایب باید چیه گفت خیلی نفهمیش گفت فامیلش هم میدونم غایب یک لقایه گفت بود بکای دنگره دادری تو نیست مگم لقایه سیگنه کجای هسته اولینتوی تولد شده سامان چیده الجان ده گفتم کلان شده موین درش کردی پین درش کردی دادری ما حقیقتا نگی گفتن آدمی بزرگ شده وقتی دویژنی نکن که قطعیت گفت نمیشه